چه دوستش داشته باشیم چه نداشته باشیم، چه قبولش داشته باشیم چه نداشته باشیم، چه با رویکرداش موافق باشیم و چه نباشیم، چه حتی کتابی ازش آنچنان خونده باشیم یا نخونده باشیم، اما سوزان سانتاگ بسیار مهمه. زنی هست که در سالهای خیلی عجیب و غریبی در آمریکا قلم به دست میگیره، میجنگه، وارد دنیای واژه و ژورنال و اندیشه و سیاست و اجتماع و تمام این جهانها رو واردش میشه، میکاوه، میجنگه و خودش رو در بسترهای عجیب و غریبی قرار میده، خودش رو در دل جنگ پرتاب میکنه، سفرهای بسیاری میره و ماجراجویی‌های قلمی که انجام میده واقعا شگفت‌آوره که این زن با این هوش سرشارش، با سواد خیلی خیلی گسترده‌ای که داشته، با روابط بسیار گسترده‌ای که با اندیشمندان دوران خودش، با افراد برگزیده دوران خودش داشته، حالا چه به عنوان پارتنرش و چه به عنوان دوستان نزدیکش، چون خیلی عجیب و غریبه، از اون دسته نویسنده‌هایی هست که خیلی اجتماعیه و خیلی هم از این بابت بهش خورده میگیرن، میگن تو اهل پارتی و مهمونی هستی، ولی از اون طرف مثلا یه گوشه میشینی کتاب مینویسی، این شخصیت متناقض تو رو چیکار کنیم؟ و دقیقاً زیبایی سانتاگ و زیبایی خاص خود سانتاگ تو این تناقض‌هاش هست و افراد بسیار زیادی، اندیشمندان بسیار زیادی خیلی صحبت‌های فوق‌العاده‌ای در موردش کردن، حالا هم فوق‌العاده خوب و هم فوق‌العاده بد. اما من صرفاً یک نقل قول از فوئنتس آوردم که حالا شخصی مثل اون که توی دنیای ادبیات به هر حال یک شاخص محسوب میشه و حالا راد قنبری عزیز استادش هست، من جسارت نمی‌کنم وارد این وادیه بشم و ببینید چطور در موردش صحبت میکنه. من هیچ روشنفکری رو با چنین قدرت شگرفی در خواندن و حفظ کردن و مرتبط کردن دانسته‌های خود ندیدم. سانتاگ رو میگه اراسموس زمانه ما هست. اراسموس روشنفکر و نویسنده قرن 17 هلندی هست که خب خیلی ذهن شارپی داشته و خیلی در زمان خودش تاثیرگذار بوده و فوئنتس میاد و سانتاگ رو اراسموس زمانه و اراسموس قرن 20 معرفی میکنه و اینکه قدرت شگرف سانتاگ به عنوان یک پژوهشگر، یک عکاس، یک نویسنده، یک خبرنگار، یک داستان پرداز، یک نمایشنامه نویس، یک فیلمساز، واو خیلی میشه در مورد سانتاگ گفت. قدرت شگرفش این بوده که ذهن بسیار پویایی داشته، بسیار باهوش بوده و ذهنش مثل اون کتابخونه‌ای که گفتم گنجینه‌ای بوده از نابترین افکار. ذهن بی‌نظیرش موجب میشه که کتاب‌هایی رو خلق بکنه، نوشته‌هایی رو به وجود بیاره که هنوزه انقدر ناب و تازه و داغن که انگار همین الان نوشته شدن و میتونیم تمام اونها رو به رویدادهای امروزینمون هم نسبت بدیم. من نوشته‌هاش رو به دو دسته غیر داستانی و داستانی تقسیم کردم. از نوشته‌های غیر داستانیش متاسفانه خیلی سریع میخوام بگذرم و دقیقاً این بخشی هست که حتی اعتراف کنم خود من تا همین یک مدت پیش با این بخش بسیار آشنا بودم. سانتاگ مقاله نویس، سانتاگ منتقد، سانتاگ روزنامه نگار و خیلی از کتاب‌هاش برای ما آشنا هست و سالها باهاش سر و کار داشتیم. علیه تفسیر هست و این کتاب جدیدی هست، جدیدترین کتابی که از مقالاتش اومده، کتاب زنان، فوق‌العاده است و ببخشید من با ترتیبش نمیگم، با ترتیب زمانی نمیگم، ولی خب لیستش هست و کتاب درباره عکاسی بسیار بسیار کتاب درخشانیه. حالا یک کوچولو از هر کدومش من خیلی سریع میگم و اینم اون کتابی بود که بهتون گفتم. این نوشته خودش نیست، نوشته کورین روندو هست. چه کسی از سوزان سانتاگ میترسد؟ اگر که میخواید با سوزان سانتاگ آشنا بشید، در مورد زندگیش، آثارش، در حد یک کتاب کوچولوی جیبی گذرا بدونید. بسیار کتاب خوشخوان و جالبی هست، عکس‌های خیلی جالبی هم داره. این کتاب رو توصیه میکنم حتما بخونید. این کتاب هم باز جدید هست، در عین حال بسیار کتاب جالبی هست، یه سری جستارهاش اومده و یه توضیح هم بدم. خیلی از آثاری که ممکن هست با اسمهای دیگه‌ای
و بیش از 35 زبان دنیا آثارش ترجمه شده به اون زبان‌ها. ممکن هست که اسم کتابا متفاوت باشه ولی مثلا مقاله هاش از یک کتاب در یک کتاب دیگه چاپ شده باشه. اینجوری اگر یه وقت مثلا کتابی رو گرفتید و دیدید که توی فهرست کتاب انگلیسیش یه خورده فرق داره اسما، نگرانش نباشید، یعنی جاهای دیگه به هر حال این به چاپ رسیده. و یکی از درخشان‌ترین مجموع مقالاتش تماشای رنج دیگران، میگم آثار غیر داستانی سوزان سانتاگ رو بسیار باهاش آشنا هستیم. مثلا کتاب علیه تفسیرش که سال 1966 به چاپ رسیده، خیلی ها هستن که به اشتباه این رو اولین کتاب سانتاگ میدونن، اما خب نه، جالب اینجاست که اولین کتابی که چاپ کرده کتاب نیکوکار بوده. حالا توی بخش داستانی بهش اشاره میکنم که سال 1963 این کتاب به چاپ رسیده، ولی خب خیلی نادیده گرفته شده و حالا ازش خیلی ها گذشتن. و دومین کتابش همون کتاب علیه تفسیر بسیار بسیار مشهور هست که از سال 1966 تا همین امروز یکی از معدود کتاب‌هایی هست که مرتب به چاپ رسیده، به زبان‌های مختلف ترجمه شده و انقدر این کتاب لحن فوق‌العاده‌ای داره که شما احساس می‌کنید هم الان نوشته شده. که یکی از مهمترین مقالاتش درباره کمپ توی این کتاب هست که اصلا به دلیل همین مقاله بود که به شهرت جهانی رسید و اسمش سر زبونا افتاد. و در مورد شیوه های نوینی صحبت میکنه که انسان های امروزی با آثار هنری دارن چطور با این آثار مواجه بشن و تحلیل های بسیار درخشانی بر آثار کسانی مثل سارتر، فاکنر، کامو، بکت و افراد مختلف حالا اندیشمند داره. کتاب درباره عکاسی که خدمتتون گفتم سال 1977 نوشته میشه. نقد هوشمندانه بر عکاسی هست با وجود این همه سال ازش گذشته، ولی همچنان هم کتاب بسیار بسیار خوشخوانیه، میتونید بخونید، لذت ببرید و نکات خیلی جالبی داره. و عکاسی رو سانتاگ توی این کتاب ابزاری معرفی میکنه که این ابزار میاد یک دنیایی برای خودش میسازه. با عکاسی دنیایی ساخته میشه که درک جوامع مدرن از واقعیت‌ها رو محدود میکنه، با اینکه خودش عکاسه، عاشق عکاسیه و عکس‌های بسیار خوبی هم گرفته و با دوستان عکاس خیلی خیلی خوبی هم حالا در ارتباط بوده، ولی خودش میگه که دید ما رو از واقعیت‌های جهان اطرافمون محدود میکنه و ما رو در واقع تو چارچوبی قرار میده که ما نمیتونیم اون واقعیت‌ها رو درست ببینیم و میگه که میتونه یک عکس اولویت‌های ما رو تغییر بده و به جای اینکه مثلا عکس بیاد به ما یک تجربه دست اول از یک چیزی بده، میاد و یک تصویر تقلیل یافته شده به ما نشون میده. میگم خیلی نقدهای فوق‌العاده‌ای داره، ولی خب به هر حال این کتاب بسیار کتاب موفقیه، جایزه منتقدان کتاب ملی رو از آن خودش میکنه. و زمانی که متوجه میشه سال 1978 که سرطان داره، به سرطان سینه مبتلا میشه و متوجه بیماریش میشه، نوع رویکردش به بیماریش خیلی جالب هست. حالا میاد و یک کتاب بسیار جالب مینویسه به اسم بیماری به مثابه استعاره و میاد کلا نوع رویارویی انسان با یک بیماری بسیار بغرنجی مثل سرطان رو واکاوی میکنه و میگه که چجوری میتونه یک تفسیر غلط از یک بیماری ذهن ما رو منحرف بکنه. پس ما بیایم حتی از بیماری که داره جان ما رو تحت تاثیر خودش قرار میده تفسیر درستی داشته باشیم، رویکرد متفاوتی نسبت بهش داشته باشیم و حتی اون تفسیر غلطه میتونه مسیر ما رو در مواجهه با اون مریضی اصلا تغییر بده. پس این ذهنیت ما اگر درست بشه ما میتونیم با اون بیماری هم رویارویی جالبی داشته باشیم. شاید به خاطر اینه که 30 سال با سرطان میجنگه و درسته حالا به خاطر همون از پا در میاد، ولی 30 سال دوام میاره. و بلافاصله بعدش دوباره یک کتابی رو چاپ میکنه به اسم ایدز و استعاره های آن. این بار میاد در مورد ایدز حسابی صحبت میکنه. خب مبحث داغ اون دهه 80 آمریکاست و ایدز بسیار گسترده شده، اسمش سر زبون هاست، خیلی بیماری ترسناکی هست که خب همه واقعا ازش میترسن، ولی میاد میگه که
بیایم دیدمون رو تغییر بدیم، بیایم شناخت پیدا کنیم. مردم وقتی بشناسیمش بهتر میتونیم باهاش رویارو بشیم تا اینکه بخوایم ازش یک بت دوردستی داشته باشیم که بخوایم ازش بترسیم. خب از داستانیام میگذرم. و یک کتاب فوق‌العاده دیگه اسمش هم آوردم اینجا، نظر به درد دیگرانه. اسم این مستند هم Regarding سوزان سانتاگ بود و اسم این کتاب هم Regarding Others Painه، یعنی یه جورایی به اون حالا ارجاع داده که باز هم این به عکاسی برمیگرده ولی این بار با یک رویکرد دیگه‌ای و یکی از مشهورترین آراء سانتاگ رو ما اینجا میبینیم که تقریبا همه باهاش آشنا هستن و میگه که خب رنجی در جهان وجود داره، جنگی در جهان وجود داره، نقص عضو، انفجار، آسیب، تیر خوردن، هر چیزی وجود داره. من عکاس میرم ازش عکس میگیرم. خب آیا با این عکسی که من دارم به بینندم نشون میدم آیا واقعا میتونم رنج اون انسان رو منتقل بکنم یا دارم رنجش رو تقلیل میدم و به شما دارم میدم؟ آیا شما رو در برابر اون رنج من دارم بی تفاوت میکنم یا واقعا میتونم توجه شما رو بر بیانگیزم؟ این عکس رو کی باید ببینه؟ آیا من مخاطبی که صرفاً ببینم مثل الان اسکرول کنم و برم، یا من پزشک باید ببینم، من امدادگر باید ببینم، من کنشگر اجتماعی ببینم، یا منی ببینم که میتونم یه کاری بکنم؟ اگر من صرفاً یک بیننده باقی بمونم خب چه فایده؟ اینقدر این تصاویر مشمئز کننده رو من میبینم که خب برام تکراری میشه. این سوال بزرگ رو مطرح میکنه و نظراتش رو در این کتاب میگه و بی‌نظیره و میگه که رنج رو نیایم و از طریق عکس‌های دردناک به یک امر روزمره مبدل بکنیم. و میگم این تحلیل عمیقی که تو این کتاب ارائه میده خب خیلی جنجال برانگیز میشه. این یکی از کتابایی هست که خیلی نقد در موردش نوشته شده. من تقریبا میشه گفت هر مقاله‌ای تونستم پیدا کنم که در مورد سوزان سانتاگ بود و حالا زیر و رو کردم، یک خلاصه‌ایش رو من پرینت گرفتم و آوردم. حالا هر کدوم از دوستانم بخوام من میتونم فایل‌ها رو در اختیارشون قرار بدم. و این بحث‌هایی که هست در مورد این شخص و این کتاب بی‌نظیره. و بعد از مرگش هم که گفتم خدمتتون با تلاش همون پسرش دیوید ریف سال 2007 گزیده سخنرانی‌های نوشته‌هاش به عنوان در یک کتاب به اسم همزمان چاپ میشه که به فارسی ترجمه نشده. و حالا مونوگراف‌هایی هم که نوشته من میگم توی لابلای کتاب‌های مختلفش اومده. و دوست ما نه فقط نویسنده بوده، فیلم هم ساخته، 4 تا فیلم هم ساخته. فیلم‌های جالبی هستن. میریم سراغ داستان‌ها، رمان‌ها و نمایشنامه‌هایی که نوشته. جمله بسیار جالبی داره. و قصه گویی مگر فایده‌ای دارد جز برانگیختن آن تمنا که همه بی استثناء در دل می‌پرورند، داشتن یک زندگی دیگر. آثار داستانیش رو میتونیم توی 6 تا در واقع دسته بگنجونیم. 3 تا رمان مهم داره که من رمان‌هاشو اینجا هر سه‌شو خدمتتون معرفی میکنم. مجموعه داستان‌های کوتاهی داره که خب توی چند تا مجموعه پراکنده این داستان‌ها تک و توک به چاپ رسیدن و تاکید خودم رو روی رمان‌هاش میذارم و 2 تا نمایشنامه‌ای که در موردش میخوام صحبت بکنم. و مثلا یکی از داستان کوتاهاش که تو مجموعه داستان کوتاهشه همین اسرانه با توماس مان هست که به عنوان داستان کوتاه توی اون حالا به چاپ رسیده، ولی خب حالا من تاکیدم رو روی رمان‌هاش میذارم. و نمایشنامه‌ای که انجام میده، یه سری نمایشنامه‌ها رو حالا من اسم چند تاشو آوردم، اینها رو به عنوان کمک نویسنده اینها رو مینویسه، ولی 2 تا از نمایشنامه‌هاش رو میخوام حتما بهش اشاره بکنم. حتما یکیش رو بازنویسی از یک کار هنریک ایبسن هست و یکی دیگه‌اش نمایشنامه خودش صرفاً هست. خب بریم سراغ رمان کیت مرگ. ترجمه این کتاب فوق‌العاده است، یعنی یک کلمش رو شما نمیتونید ایرادی بهش بگیرید و خود خانم مقانلو هم حالا من لابلای صحبت هم نقل قول‌های از ایشون هم میارم در مورد کتاب، چون به هر حال ایشون با این کتاب یه جوری زندگی کرده و هیچ کسی شاید بهتر از ایشون نتونه در مورد خود این کتاب صحبت بکنه.
و واقعا چالش برانگیزه. جالب اینجاست که این کتاب اولین رمانی هست از سانتاگ که نوشته میشه، ولی خیلی جالب هست که معمولا وقتی شما بعد از یک عمر فعالیتی که انجام میدید مینویسید، بعد چکیده تمام اون کارهایی که کردید ممکن هست که توی یک داستان خودش رو نشون بده. اما جالبه که کیت مرگ زمانی نوشته میشه که هنوز نه علیه تصویری وجود داشته، نه درباره عکاسی وجود داشته و نه هیچ کدوم از اون مقالات مشهور سوزان سانتاگ. یعنی یک جورایی این کتاب انگار سرمشق تمام کارهای آیندهشه. اشاره هایی که به عکاسی میکنه، اشاره هایی که به اون فعالیت های اجتماعی میکنه، اون جنگی که ازش اینجا نام میبره، کنشگریش در برابر حوادث اجتماعی، همه اینها انگار اون سرخط هایی هستن که توی این کتاب داره میگه من در آینده میخوام این کار رو بکنم، من در آینده این اتفاق رو میخوام رقم بزنم. و این کتاب بسیار بسیار درخشانه. یک مقدمه بسیار عالی خانم مقانلو براش نوشتن و یک مؤخره بسیار عالی. چون این کتاب یک کتاب خیلی خاصیه. در واقع میشه گفت، حالا بخوایم با این زبون بگیم، کافکایی ترین اثرش هست. شما رد پای حالا اون جهان کافکایی، جهان سورئال کافکایی و نویسندگان دیگه سورئال رو میتونید ببینید. هزارتوهای بورخس رو میتونید اینجا ببینید. اصلا باور نکردنیه این کتاب که چقدر این کتاب جذابه و کتاب بسیار سختیه، خیلی کتاب سختیه. حالا بعد یکی از کتاب‌های تجلیل شده‌ش هم هست واقعا. اول داستان شخصیت دیدی خیلی شخصیت ساده است. ما میگیم خب یک آدم کلیشه‌ای و ساده، دیدی ممکنه من باشم، شما باشید، همسایه باشه، این ور اون ور باشه. ولی هر چی پیش میریم جهان ذهنی دیدی رو هی ما پیچیده‌تر و پیچیده‌تر می‌بینیم. دیدی یک انسان هست که بر اساس اتفاقی که میافته، من به هیچ عنوان خط داستانی رو نمیگم چون نمیخوام اسپویلش کنم، اتفاقی میافته و اول داستان صرفاً یک آدمی که میپرسه این کارو کردم نکردم، مثلا این میزه رو من شکوندم یا نشکوندم، این سواله براش وجود داره. ولی هرچی جلوتر میره این پرسشا خیلی اگزیستانسیال تر میشه، این پرسش‌ها خیلی پیچیده تر میشه، این پرسش‌ها دقیق تر میشه و هرچی جلو میریم این جهان عجیب‌تر، سورئال‌تر و جذاب‌تر میشه. و توصیفات درخشانی که وجود داره، توصیفاتی که گهگاه شاعرانه است، گهگاه دقیق و موشکافانه و سرده. زاویه دید خیلی جالب هست توی این کتاب. گاهی زاویه دید سوم شخص روایت رو از اون زاویه میبینه، گاهی او ناگهان پرش پیدا میکنه به اول شخص. یک چیز جالب من در متن کتاب دیدم و اینو با خانم مقانلو مطرح کردم. گفتم چرا بعضی جا فونت ریزه، بعضی جا فونت معموله و این هوشمندی سانتاگه. نمیاد پانویس بذاره و فلان چیز رو توضیح بده. مثلا میخواد عملکرد میکروسکوپ رو توضیح بده. دیدی توی کارخونه میکروسکوپ سازی کار میکنه. اصلا یک بخش مهمی از این کتاب در مورد دیدن هست. حالا جملاتی رو براتون میخونم. و خیلی اصلا جالب هست که میاد این توضیحات لابلای متن با فونت کوچیک‌تر میاره. شاید اولش ما متوجه نشیم ولی بعد که میخونیم این فونت کوچولوها قرار یه سری اطلاعات اضافه تر به من بده. ولی اگر مثلا من این فونت کوچولوها رو دست بذارم روش، به ریتم داستان آسیبی نمیرسونه. صرفا ممکنه من اطلاعاتی از اون کلمه خاص یا اون حالا ماجرای خاص پیدا نکنم. و حالا بیاین دیدی رو بیشتر بشناسیم. دیدی زندگی داشت اما واقعا زنده نبود. این دو مفهوم به ندرت با هم یکی هستند. بعضی‌ها واقعا زندگی می‌کنند و بعضی مثل دیدی صرفاً به زندگیشان خو کرده‌اند. مثل مستأجران نامطمئنی که هرگز از میزان سپرده یا زمان انقضای قراردادشان آگاه نیستند. مثل نقشه‌کش‌های ناشی که نقشه غلط قاره‌ای غریب را مدام می‌کشند و پاک می‌کنند. اما برای چنین شخصی در نهایت همه چیز به سوی می‌رود که از کار بایستد. دیوارها شکم می‌دهند، فضاهای خالی بین اشیا ورم می‌کنند، سطح اجسام با عرق پوشیده و نازک و خم می‌شود، مایع ترس هیستریک که در دل اشیا به سنگینی رسوب کرده از درزها بیرون می‌زند و استقرار اجسام و مسیریابی بین فضاها دشوار می‌شود.
انگار برای حرکت از آشپزخانه به اتاق نشیمن و ریختن نوشیدنی و روشن کردن پخش سرخ و تظاهر به شاد بودن زحمت زیادی لازم است. اما مشکلات دیدی با تلاش بیشتر هم حل نمی شود. این از کار افتادگی سیال همه چیزها با گستره آگاهی دیدی یکی می شود و کوچکترین حرکات او را هم دشوار می کند. بیرون آمدن از تخت عذابی علیم است، مثل تقلای یک ماهی به خاک افتاده که می کوشد زندگی را از هوای مهمل اطرافش استخراج کند. کسانی که فقط زندگی می کنند از روی عادت در یک مایع غلیظ حرکت می کنند و اصلاً به همین دلیل می توانند زندگی خود را بگذرانند، چون زندگیشان به ندیدن وابسته است. اما وقتی این مایع بخار شود، زندگی زیرین آشکار می شود، بیسانسور و مخوف و متعفن. دیدی متوجه شدیم که زندگی میکنه ولی زندگی نداره، یعنی به یک پوچی خاصی رسیده، یک تجربه ناموفق خودکشی داره، نجاتش میدن، بستری میشه و داستان اصلی از اینجا شروع میشه. یعنی اول کار اصلا ما یک بمباران عجیبی میشیم تو چند صفحه اول از اتفاقات تلخی که زندگی دیدی رو پیچونده، همین مایع غلیظه انگار ما رو هم در خودش اسیر کرده. اما یک اتفاق میفته، یک سفر کاری براش پیش میاد و سوار یک قطار میشه و این قطار دقیقاً همون جوری که از یک مبدأ به سمت یک مقصد میره، دیدی رو از مبدأ زندگیش جدا میکنه و میبردش به جایی که بقیه کتاب اتفاق میفته. میگم خیلی دارم تلاش میکنم که داستان رو اسپویل نکنم. خب دیدی با تحقیر به دو مرد زیر پایش خیرش میشود. توی قطارن، طبقه بالا نشسته، داره پایین رو نگاه. آنها با حالتی جنون‌آمیز صدف را در دست گرفته و با آن خیره شدند، به این امید که حمله به دقت برنامه‌ریزی شده او را خنثی کنند. دو نفر که پایین نشستن، یک کشیشن، یک تاجر، این دوتا مجموعه دارن. این کلمه مجموعه دار یا کلکسیونر رو لطفاً داشته باشید، باهاش کار داریم. کلاً سانتاگ خودش ذهناً یک مجموعه داره و توی کتاباش این مجموعه داری ادامه پیدا میکنه و تعریف جالبی هم از مجموعه داری داره، بهش میرسیم. و این دوتا دارن بحث میکنن، یک صدف نادر رو جالب و دارن با هم بررسی میکنن. خوشحال اینو میدن به دیدی که بالای سرشون نشسته، میگن دیدی جان اینو نگاه کن. البته دیدی دوستان نزدیکش بهش میگن، حالا با اسم رسمیش صداش میزنن، بهش میگن نگاه کن ببین چقدر این خوبه. نگاه میکنه میگه نه این فیکه، این مشکل داره، این اینجاش ترک داره، اینجاش فلانه. این دوتا هم بهت زده میشن که حالا همچین صدفی که بهت زده میشن که این صدفه چرا این همه پولشو دادن، حالا دوتایی دارن براندازش میکنن که چرا همچین صحبتی رو کرده، به این امید که حمله به دقت برنامه‌ریزی شده او را خنثی کنند. دیدی براندازشان میکند تا دریابد آدم‌های مقابلش از چه نوعی هستند. کشیش و دلال مردانی بزرگ و چاق هستند و بنابراین طرفدار چیزهای کوچک، تمبر، صدف، عروسک، جا کلیدی، بوتیک کبریت، مجلات کوچیک، ضبط صوت، ماشین‌های کوچیک، سگای ریز جسته، نقاشی‌های مینیاتور و فضیلت‌های ناچیز. اما دیدی فضایل بزرگ دوست داره و چیزهای بزرگ و قوی رو. هیچ چیز ظریف و نفیسی باب طبع اون نیست و یک لیوان جین روزانه رو به یک پیاله چای یاسمن پکنی ترجیح میده. با وجود این میتونه مراقب چیزهای حساس و آسیب پذیر هم باشه. مثلا حالا نگرانه که کشیش چاق فضای زیادی رو اشغال کرده، بیش از 1/3 نیمکتی رو که حق اوست، و به خانم نیبورن و هستر، این دوتا شخصیت رو بقیه کتاب هم داریم، فشار وارد میکنه و این نگرانی برای اصلاح رفتار زشت کشیش لازمه، چون دو زن احتمالاً مؤدب‌تر از اون هستن که خودشون شکایتی کنن. یک چیز دیگه که چشم منو جلب کرد و این رو هم از خانم مقانلو پرسیدم تو اون جلسه، ما مرتب توی متن کتاب پرانتزی رو میبینیم که درونش نوشته شده حالا فلان 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 فلان، حالا فلان فلان فلان. خب برای من خیلی جالب بود، مخصوصا آخر کتاب یه خورده گره‌گشایی‌های زمانی انجام میشه که خب این خیلی جالب هست. من از خانم مقانلو پرسیدم جریان این حالاها چیه شما که اینجوری درگیرش بودی؟ گفت ببین زمان همون جوری که گفتی یک عنصر بسیار کلیدیه و چون ما
بخش زیادی از رمان رو در ذهن شخصیت‌ها داریم سیر می‌کنیم. هیچ لحظه الانی وجود نداره در ذهن ما. یا اتفاقات در گذشته افتادن، یا فکر ما در گذشته اتفاق افتاده، یا اینکه ما داریم به آینده فکر می‌کنیم یا برنامه‌ریزی برای آینده می‌کنیم. فلان فلان حالا. این حالا رو که میاره یعنی آی حواست باشه. الان دارم در مورد این صحبت می‌کنم. الان ماجرا اینه. اینی که دارم میگم مربوط به الانه. just now. تو پرانتز now. بی‌نظیره. دیدی با تکرار آخرین کلماتش در ذهن خود متوجه همسانی جدید و عجیبی در موقعیت جفتشان شد. هستر از دیدن با چشمان غیر مسلح و زنده‌ای که خدا به او داده بود ناتوان می‌نمود. هستر نابیناست. این اسپویل نمی‌کنه داستان رو. حالا می‌بینید خودتون. و خودش درگیر دیدی تبلیغ چشمانی ماشینی بود که از قرار علاوه بر داشتن مهارت‌های عادی چشم غیر مسلح انسان از آن هم پیشی می‌گرفتند. کسی که از میکروسکوپ استفاده می‌کند یعنی چشم بینای خودش کور است. ظاهراً دختر در حال سبک سنگین کردن حرف‌های دیدی بود. بعد سرش را تکان داد و بیچارگی دوباره روی صورتش نقش بست. آیا هستر می‌توانست آنقدر احمق باشد که فکر کند تنها لازمه شادی همیشگی بازیافتن بیناییش است؟ اگر چنین تصوری داشت پس چه رنجی می‌برد اگر مطمئن می‌شد که هرگز قادر به دیدن نیست. هرگز چه از قبل و چه از اینجا به بعد تخیل ما را فریب می‌دهد، طوری که همیشه در شوق چیزی هستیم که نداریم، به خصوص چیزی که از دست داده ایم. انگار داشتنش یا تملک مجددش موجب رستگاری ماست. دیدی با خودش فکر می‌کرد که تخیل چگونه رنج را در یک نقطه متمرکز و کالبدهای خیالی را تولید یا بازتولید می‌کند. حفرات عجیب، غضروف‌های جادویی، اندام‌های یک زندگی پنهان. بله، چشم‌ها خیلی خاص هستند، اما جدا از چشم تن که عمدتاً از آب تشکیل شده، چشم‌های پنهان هم وجود دارند، چه ببینند و چه نبینند. این تنها تسلایی بود که دیدی جرأت می‌کرد به هستر بدهد، چون باید پیشبینی او مبنی بر شکست جراحی‌ها هم جدی می‌گرفت. پس به هستر گفت: آیا نمی‌دانی که واقعاً قادر به دیدن هستی؟ شکلی از دیدن که اکثر مردم بینا از آن ناتوانند و تازه بیشتر چیزی هم که مردم با چشم سر می‌بینند زباله است. این رمان به سانتاگی که میشناسیم خیلی نزدیکه. سانتاگی که تحلیل میکنه، سانتاگی که موقعیت‌ها رو در هم میپیچه، سانتاگی که موشکافی میکنه، سانتاگی که رویا پردازی میکنه و اون اشاره‌هایی که گفتم به جنگ ویتنام، این ور عکاسی و میگم انگار سرلوحه تمام کارهای بعدیش هست. انگار میتونیم این کتاب رو جنایت و مکافات قرن 20 بدونیم. فردی که مرتکب اتفاقی، حالا not spoiling، کسی که کاری کرده و الان میگه کردم، شد نشد، ولی ما اینجا جنایت مکافاتی داریم که با یک زبان زنانه و از یک دید متفاوت و سورئال نوشته شده و در همتنیدگی خواب و رویا، هذیان‌ها، بیداری، اتفاقات جهان پیرامون فوق‌العاده است. و این چیز جالب، باز هم من از خانم مقانلو پرسیدم، گفتم که یه جاهایی یک آدم ناشناسی میپره میگه ما که رفتیم فلان جا، ما که سوار ماشین بودیم دیدی فلان کارو کرد. گفتم این جریانش چیه؟ خانم مقانلو گفت نمیدونم، دلش خواسته، یا رازی برای خودش گذاشته، این خودش رو آورده وسط داستان. ما تو کتابای دیگه‌اش می‌بینیم خودش رو خیلی پررنگ لابلای داستاناش میاره، ولی خیلی جالبه مثلا میگه ما رفتیم سوار ماشین که بودیم فلان ساختمون رو دیدیم. این ما کی هست؟ و اون فونت ها رو هم گفتم خدمتتون. روایت‌های تصویریش خیلی جالب هست، چون واقعا به شدت سانتاگ سینماییه، بسیار علاقه‌مند به سینماست و از فیلم ساختنش و فیلمنامه نوشتنش مشخصه. و یک افسوس خیلی بزرگ، لوئیس بونوئل رو میشناسیم، یکی از درخشانترین و خلاقترین کارگردانان سینما، که یکی از سورئال‌ترین کارگردانانی که بتونیم نامش رو ببریم. یکی از درخشانترین فیلم‌هاش فیلم سگ اندلسی هست و زمانی که این کتاب چاپ میشه لوئیس بونوئل این کتاب رو میخونه و عاشق این کتاب میشه و با سانتاگ صحبت میکنه، میگه من
عاشق این کتاب شدم، من میخوام فیلم اینو بسازم. و فکر کنید چه تجربه درخشانی میشد که مثلا فیلمنامه از سانتاگ باشه و کارگردان لوئیس بونوئل، اما متاسفانه لوئیس بونوئل میمیره و بعدش هم سانتاگ میمیره و انگار یک شاهکاری رو ما از دست دادیم. حیف، خیلی حیف. خب یک بخش دیگر رو هم خدمتتون بخونم. یک بخش از صحبت‌های خانم مقانلو رو در مؤخره براتون میخونم، اما قبلش بهتون بگم 30 صفحه، یه جورایی میتونم بگم 20 صفحه پایانی این کتاب بی‌نظیره. یعنی با دنیایی مواجه میشید شما، با زبانی مواجه میشید شما که باور نکردنیه. و من تعجب میکنم و فکر میکنم وقتی شما بخونید تعجب به سراغتون میاد که چرا داستان سوزان سانتاگ، چرا این رمان درخشان اینقدر نادیده گرفته شده. درسته سانتاگ زندگی پرحاشیه‌ای داشته، درسته به عنوان یک مقاله نویس همه جا میشناسنش، ولی چرا این داستان قابلیت‌های خیلی زیادی داره و شاید اگر به فیلم در میومد بیشتر دیده میشد و بیشتر خونده میشد. ولی خب خوشحالم که با ترجمه درخشانی اومده که حداقل بخونیم و ازش لذت ببریم. یه کوچولو هم از مؤخرش میخونم و میریم سراغ کتاب بعدی. شاید کمتر رمانی به اندازه کیت مرگ نشان دهنده اندیشه‌های فلسفی و بیان صریح جهانبینی نویسنده‌اش باشد، هم از نظر مضمون مورد روایت و هم از نظر شکل روایی، که البته این دو در سپهر اندیشه سانتاگ یکی هستند. او در نقد هنر فرمگرا بود، اما نه به شیوه سنتی معتقد به دو قطبی رادیکالی که میگفت میشود و یا باید فرم و محتوا را جدا از هم تحلیل کرد. برای سانتاگ در همتنیدگی فرم و محتوا بود که اثر هنری را در حالت یگانه و غایی خود که با هر فرم یا محتوای دیگری چیز دیگری هم میشد متجسد میساخت. اما این حیات اثر هنری بیشک با انتخابی فرمی یگانه و محکم آغاز میشد. فرمگرایی او بیشتر دعوتی بود به دیدن جایگاه مهم فرم و پرهیز از تن دادن به معناهای ثابت و همیشه موجود مد نظر منتقدان هنری. خب سانتاگ در نوشتن این کتاب تحت تاثیر چه جریانی بود؟ تحت تاثیر جریان رمان نوی فرانسه بود. رمان نوی فرانسه در دهه 50 و 60 بسیار بسیار عجیب و غریب شکل گرفته بود. کسانی مثل آلن روبگری احتمالاً اسمشون رو شنیده باشید و افراد دیگه‌ای جزو کسانی بودند که در این موج رمان نو بودند و آثار درخشانی رو درست کردن که در واقع نوشتن و خلق کردن و این جریان یک جورایی سانتاگ جزو اولین نفراتی بود که وارد آمریکا کرد و یک رمان آمریکایی، یعنی همین کیت مرگ رو با اون سبک و سیاق رمان نوئی نوشت. و این کتاب یک کیک خوشمزه است. کتابی که موضوع کم نداره، از جنگ و عشق و تاریخ و تبعید و فراز و نشیب و طبیعت و خوبی و بدی و هر چیزی بخواد. از لحاظ فرمی هم که چیزی کم نداره، از لحاظ تعلیقش چیزی کم نداره، از لحاظ جهان رواییش چیزی کم نداره و یک چیز درخشانی داره. پایان کتاب اصلا خیلی جالبه. سوزان سانتاگ که اول کتاباش ماجرادار هست، یکی آخر کتاباش، و این کتاب آخرش بی‌نظیره. 4 تا تک‌گویی از 4 شخصیت زن هست. خیلیا میگن سوزان سانتاگ فمینیست دو آتیشه، هرچند خودش همیشه میگفته لیبل رو من نزنید، من یه سری عقیده دارم برای خودم، یعنی یه جورای سانتاگیزم من دارم، برای من چیزی نچسبونین. ولی حواسم هست که تو تاریخ چه اتفاقی برای زنها افتاده. زنها خیلی آسیب دیدن و یک زن شاید بتونه از زبان زنها و از رنج‌هایی که زنها گفتن بهتر بگه. و این 4 تک‌گویی آخری کتاب بی‌نظیره. از زبان 4 زن، از 4 طبقه اجتماعی مختلف، از 4 ذهنیت مختلف. این جلسه رو با این عبارت از خود سوزان سانتاگ به پایان میبرم.
هر رمان نویسی امیدوار بیشترین تعداد مخاطبان رو داشته باشه و از بیشترین تعداد مرزها عبور کنه. اما من فکر میکنم کار رمان نویس این است که به جغرافیای فرهنگی مجعولی که در آغاز قرن 21 مشغول برپا کردن آنند همواره توجه داشته باشد. زنده باد وظیفه رمان نویس. ممنونم.